جشن صده در برابر دیگر جشن‌های آریایی که از دوران باستان تا به زمان ما رسیده است، یکی از وسیله‌های خیلی خوبی فرهنگ ساز است و میتوان گفت که یکی از رکن‌های فرهنگ قوم تاجیک است. فاصله‌های زندگی را بسیار وقت تکرار میکنیم و میخواهیم که معنی همین دوره هایی که میگذرند از سر انسان، از سر جامعه، همینا را تحلیل کنیم و اینا را باز نگری کنیم و باز با عمق معنی و فلسفه اونا چقدر رویم. این رسالت هر یک انسان است، رسالت هر یک محقق است، عالم است. زی هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهان بنیکی از او یاد کرد. اجدادان ما به آتش خیلی احترام میگذاشتند، احتیاط میکردند، همچون رمز گرمی، ادامه حیات و مغلوب نشوندگی. آتش که به 4 عنصر مقدس حیات یعنی آب و آتش و باد و خاک شامل می باشد، مسلم است که رمز پایندگی است. خوب است که در این چند سال آخر با تشبث پیشوای ملت جشن‌های نیاگان ما دوباره احیا می‌شوند. این جشن‌های وابسته به طبیعت است، وابسته به زندگی انسان و طبیعت است. بعد همین گونه پیشرفت‌هایی که انسانیت کرده است در ساحه تکنولوژی و در ساحه معارف و در ساحه اقتصاد و صنعت و دیگر چیزا که ما هم به همین راه رفته ایستادیم، در آینده باز امید است که باز پیشرفت‌های دیگر در پیش است. باز با وجود این انسان باید به همون ریشه های خود برگردد و نگاه کند که از کجا آمده است و چی رسالت دارد در این زندگی و آینده انسانیت چی است. برای همین میخواهد باز به همون آغوش طبیعت برگردد، آغوش طبیعت که از اونجا برآمده است. هر چیزی که در بین مردمان عالم راجع به آتش هست، نور هست، آفتاب هست، آموختند و در نتیجه به چنین خلاصه آمدند که مردمان قدیم تقریبا مثلا 10,000 سال پیش زندگیشان را وابسته به خورشید و ماه پیش می بردند. برای همین به طبیعت یک احترام و یک همدیگر فهمی ضرور است که در بین انسان و طبیعت باید علاقمندی بسیار مستقیم باشد و ما میدونیم که طبیعت 4 فصل سال دارد که تیر ماه است و زمستان است و بهار است و تابستان. مثل حیات هر یک انسان که همین 4 فصل در حیات انسان تکرار میشه و یک گردگردی است، یک دایره است و اجدادان تاجیک و ایران نژاد من همین 4 فصل سال را با 4 فصل انسانیت و جامعه علاقمند کردند و از روی همین فلسفه 4 عنصر همین تعبیر و تفسیر کردند و برای هر یک همین فصل‌های سال یک جشن را آماده کردند که یکی جشن نوروز است، دیگری جشن تیرگان است، دیگری جشن مهرگان است و دیگری صده است و آغاز همه چیز، همه جشن‌ها و تولیدها از صده است.
به احترام آتش نیاگانی ما روزی را مخصوص جشن می گرفتند که آن نام دارد سده. سده جشن میلاد آتش است. منطقه ما که ما تاجیکان که در اینجا زندگی میکنیم، اون همین شب در آستانه را آغاز چله می نامند. در زبان شومری یا سومری همین شب چله را شب یلدا میگن. یلدا کلمه شومری، بعضا در منبع ها میگن سومری، اونها است که بعد به عربی گذشته است، بعد به ما گذشته است. این همون شب چله ما، همین که خورشید که از سبب آن که به تمام کشت و کار و زندگی مردم، طبیعت و جمعیت ارزشی مهم دارد، تولد او را احتیاط میشوند. در همون شب بیدار میمانند. برای چی شب بیدار میمانند؟ چون که نیروهای اهریمنی، همین فرض کردیم اجینه و بلا و دیگر رو که به انسان تاثیر میرساند، همیشه در شب بیدار است. آنها در روز خوابند گویا که. از این خاطر مردم بیدار میمانند که به تولد شدن خورشید همین نیروهای اهریمنی ضرر نرساند. خورشید زاده میشد، مردم خرسند میشن. شب‌های دور و دراز تا 40 روز و احتیاط میشن خورشید را. تا 40 روز احتیاط میشن. انا که نگاه کنید یک پیوندی. انا همین 40 روزگی کودک که تولد شد در منطقه ما، مردم ما، خصوصا ما تاجیکان، 40 روزگی کودک، چله گریزان، چله براران و غیره و هاکذا به همون اندیشه اساطیری یا اسطوره باستانی ما پیوندی دارد به تولد خورشید. این را اسطوره شناسان، عالمان نیز تاکید کردند. دیگر که مادامی که این است، بعد احتیاط میشن که همین کودک نوزاد یعنی خورشید تا 40 روز نمیرد. احتیاط، نیروهای اهریمنی به وی ضرر نرساند. اگر 40 روزه که شد، بعد زمستان است، برف است، این ابر کم کم هر طرف میرود، خورشید بیشتر نمایان میشد، یعنی همون کودک بیشتر نمایان میشد. در پایان از زمین ایستاده مثل خورشید نور گلخن ها میافروزند، در اطرافش رقص و بازی شادی میکنند که خورشید 40 روزه شد، یعنی آن را جشن میگیرند. جشن سده اساساً همین جشن 40 روزگی خورشید است. فردوسی در شاهنامه سرچشمه و سبب جشنگیری سده را چنین توصیف کرده است: هوشنگ پسر سیامک با 100 نفر به دشت رفت و چون آتش را نمیدانستند مار پدید آمد. هوشنگ سنگ را سوی آن انداخت. چون سنگ خطا خورد به سنگ دیگری برخورد و آتش پدید آمد. و این روز را من بعد همچون روز جشن پیدایش آتش با نام سده قید کردند. جشن سده از این سلسله جشن‌های یکی از جشن‌های ویژه است. جنبه‌های مختلفی جهان شناختی، فلسفی و اسطوره‌ای دارد و میتوان گفت که معلوم است که به نام جنبه اسطوره‌ای آن به نام پادشاه پیشدادی هوشنگ وابستگی دارد که ماری را دید و سنگ انداخت، آن سنگ بر مار بر نخورد و به سنگ دیگری برخورد و یک فروغی پیدا شد، یک جرقه پیدا شد. اهورامزدا خداوند نیکی و نیکومنشی که در عوض آتش که نعمت خداوندی است با اون نیایش میکردن و همین سده جشن نیایش است وابسته به همون آتش. مردم در طول 500 سال، 1000 سال، 2000 سال همون چیزی سنتی عنعنه خود را تکمیل داده. درباره آن روایت ها میگویند، بعد آن را دربارش اندیشه خود را بیان می نمایند. از این خاطر روایت های گوناگون بعد پیدا شد. یکی از این روایت ها ما میدانیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه بیزوالش استفاده کرده است. هوشنگ 40 که می رود به شکار و مار سیاه را می بیند، اون را می زند و اون با سنگ می زند. این مار سیاه می گریزد ولی نمی میرد. نازکش در همینجا است ولی نمی میرد. چه است که یعنی سنگ به سنگ رسیده آتش پیدا می شود. این اسطوره پیش از فردوسی هم
1000 2000 3000 در شکل‌های گوناگون وجود داشته. بعد فردوسی بزرگوار این را به نظم درآورده در شاهنامه استفاده کرده است. نگاه کنید این چی است؟ اناکنون همون کشف آتش را جشن میگیرند. این یک اسطوره مهم است. مار سیاه چی است؟ مار سیاه همون شب است. همون چیزی که من گفتم در شب یلدا چی است؟ مار چی است؟ اهریمن است، بد است، بلا است، ضرر آور است. همه اینها در شب هست، در روز نیست. اناکنون چی است؟ نور چی است؟ سنگ به سنگ زده. این همون چی است؟ آفتاب است، روشانی است، روشنی است، چراغ است که یعنی از نور آفتاب، از نور خورشید تمام زندگی انسان پیش می رود. همه گونه هنرهای قدیمی به آتش ربط داشته از جمله آهنگری، کلولگری و پختن غذا را نیز به زمان هوشنگ طبعا می دانند و گویا در آن زمان انسان با استفاده عقل خود به بنیادکاری و سازندگی و استحصال پرداخت. به افتخار عید صده که آن اصلاً به دی ماه راست می آید، گلخن می افروختند و اطراف آن مردم رقص و بازی می کردند. انواع خوردنی زیادی می گذاشتند و تا پایان شب بزم می آراستند. جشن صده در اواخر چله زمستان برگزار می شد. یعنی اون خشونت و سردی و اون مشکلاتی که وابسته با اهریمن بود از میان در حال از میان رفتن است و پیروزی نوین جرقه اول فروغ اولی که نعمت اهورامزدا است در پیش است و همین جشن گویا که یک حدودی است که از اون حدود به بعد پیروزی اهریمن شروع می شد و در زمان فرارسیدن نوروز این پیروزی کامل می شد. صده این یک چی است؟ برآمدن از ظلمات است، از خنکی است، از کرختی است. یک آغاز یک زندگی نو است. یعنی وقتی که آتش اختراع شده است و آتش در حیات انسانیت یک انقلاب بسیار بزرگ بوده است و همین انقلاب رو به نام صده کردند و شما خوب میدونید که در همین گرداگردی فصلهای سال دو اعتدال است و دو انقلاب است و ما پیشترم گفته بودیم که من همین یکی از این انقلاب‌ها همین است. اصلاً چند جشن بزرگ که نیاگان ما قید می‌کردند از روی تقویم موافق گردش آفتاب در محور خود راست آمده است. یعنی نوروز همچون جشن آغاز سال و بیدارشوی طبیعت، مهرگان همچون عید حاصلات و یا صده که به زمستان راست می آید همچون جشن پیدایش آتش. صده یک حساب نجومی هم دارد. نجومیش همین که ما گفتیم که این انقلاب زمستانی است. در فلسفه میگویند که دیالکتیکا در بین همین ضدها هم مبارزه است و هم یگانگی است و همین مبارزه و به یگانگی هم وارد می شود و یک زندگی نو تولید می شود و همین صده آغاز زندگی نو است. جشن صده جشن همبستگی است. چگونه؟ چون که یکی از ویژگی‌های صده آن است که مردم هیزم جمع می آوردن و در جمع آوری هیزم تمام مردمی که در اون نواحی بودن شرکت می کردن و گلخنهای بزرگ می افروختند و در اطراف آنها تجمع می کردن و خرسندی و شادمانی و سرور. یعنی از این لحاظ جشن صده از طریق آتشی که از همون فروغ اول هوشنگی با وجود آمده بود وسیله همبستگی قوم است و از این طریق یعنی در همبستگی و اتحاد قوم تاثیرگذار است. جشن صده چی در ادبیات اوستایی و چی در ادبیات بدینه مردمی ما خیلی واضح انعکاس یافته است.
هرچند بعدتر با آمدن اسلام به آن تابش دینی و خرافاتی دادند، اما مقدس بودن این عید همچون روزی تولید آتش ماهیت خود را تا امروز گم نکرد. پابرجای تاجیک نیست، همین روح مقاوم است که جشنهای او نوروز و مهرگان و صده و یلدا ظهور این روح مقاوم هستند و وسیله تحکیم این روحیه مقاومی است که با طفیل آن در برابر دیگر عوامل تاثیرگذار قوم تاجیک با پابرجا ماند. بعضا صده موافق به تحلیل تقویم‌های مردمی و گاهنامه‌ها نسبت داده می شود به 100 روز پیش از نوروز. اصلا جشن صده چی است؟ جشن صده وقتی که خورشید 40 روزه شد جشن میگیریم، به همون کشت کار و دهقانی و به همین چیز پیوست است. چون که خورشید بعد از 40 روزه شدن، کودک هم بعد از 40 روزه شدن چی است؟ به بیماری سخت گرفتار نمیشد، نجات مییابد، قوت میگیرد و بعدا به نوروز خورشید که نوجوان، جوانمرد، خوب دیگر تماما ابرها میروند، اهریمن دور میرود، نیروهای اهریمنی دور میروند. چه شد؟ نوروز این جشن جوانی خورشید است، یعنی ادامه صده است. جشن صده مثل دیگر جشن‌ها سنت و آیین‌های خود را دارد. از جمله یکی از آیین‌های جشن صده به بر کردن لباس سفید است. خوشبختانه پیشوای ملت به دانشمندان، عالمان، مردم شناس، فلکلورشناس، اسطوره‌شناس سفارش دادند که همه جانبه در طول چندین سال همین جشن را آموزند که همین ریشه های گذشته جشن صده در کجاها هست، چه خیل هست. عموما جشن آتش در گذشته چه خیل بود، به آفتاب چه خیل نظر داشتن. باستان شناسان، تاریخ شناسان، اسطوره شناسان، مردم شناسان اینها را جمع آوری کرده. البته چند مقاله در سالهای گذشته نشر کردیم. اکنون با سفارش پیشوای ملت، با پیشنهاد پیشوای ملت تصمیم داریم که در سالهای آینده درباره جشن صده همون اندیشه هایی که در بین مردم ما هست، هم تباران ما هست، آریای تباران است و پیش از آریای تباران هست آنها هست، آنها را جمع کرده در شکل کتاب به نشر رسانه. افروختن گلخن نشان دادن اقتدار گرمی و نگاه داشتن حیات است. از بس که در اواستا زمستان کار اهریمن دانسته میشد، به وسیله آتش مغلوب نشوندگی انسان ابراز می‌گردید. تاریخ نگاران جهان تاجیک را با عنوان سرسخت‌ترین و جان سخت‌ترین قوم در جهان می‌شناسند. به کدام معنا؟ ببینید که طی 1000 ساله ها، 100 ساله ها و 1000 ساله ها مهاجمان زیادی به ما حمله ور شدن از صحرای قیپچاق و بعدا از اعراب و بعد از اعراب باز همون اتراک، ولی قوم تاجیک همون پابرجاست. چرا؟ در اینجا عوامل مختلفی در این کار تأثیر گذارند و محققان با عنوان یکی از عوامل خیلی مهم از ویژگی های فرهنگی قوم تاجیک و از زبان فارسی تاجیکی یاد میکنند و با ادبیات بزرگی که با این زبان بنیاد شده است. عامل دیگر همون جشنهای آریایی است، نوروز است، مهرگان است، یلدا است، صده و این جشنها. صده جشن ملوکی نامدار است، ز افریدون و از جمع یادگار است.